ها در صحن مسجد محمدی تلا توپ میشد، تیپه میشد، تا بیگاه تقسیم میکردن به مردم میدادن. اما خود محمد چگونه زندگی میکرد؟ مگر قصر عالی داشت؟ مگر مانند من خانه دو قبطه داشت؟ مگر دیوانهای ملایم و کرپه های بخمل داشت؟ ببینی عزیزان من رسول اکرم زهدش چگونه بود. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگویند بار نزد رسول اکرم آمدم، پیغمبر خدا را دیدم که بالای بوریا ده خوابند، بوریا حتی کرپه نبود، حالا دیوان استاد، کراوات ملایم استاد، بوریایی که از نای تراشی ساز کرده بود. حضرت بالای او خواب بودن. میگن عمر میگن من از در آمدم، پیغمبر بزرگوار پیش من خست و نشست و قد اثر فی جنبه، پهلوهای مبارک رسول اکرم کتفای مبارکش پی بوریا ششتگی بود، نقشی بوریا در بدن زیبای محمد نشسته بود. عمر میگد خب نگاه داشته نتانستم و به اختیار گریان شدم. فحملت عین عمر فقال ما لك یا عمر، گفتم عمر چی شد؟ پیغمبر خدا پرسید. فقال یا رسول الله انت صفوة الله فی خلقه، تو حبیب خدایی، تو برگزیده جهانیانی، تو بهترین موجوداتی. این حال شما رو ببین، بالای بوریا، نقش بوریا بر بدن شما نشست و کسرا و قیصر فیما هما فیه من الراحة والتنعم، شاه ایران و شاه روم بالای تخته های ملایم، بالای دیوان های $10,000، بالای کرپه های راحت هستند. شما باشید پادشاهی دو عالمید بالای بوریا. این مقصد عمر چی بود؟ مقصد عمر این بود که یا رسول الله آخر اینقدر سربت و پایگیری می بیاد، آخر برای خود لااقل یک کرپه ملایم کنه تا زیر پای خود اندازه بالای او خاروه. این چی حال است الها؟ حضرت رسول اکرم به عمر چی گفتند؟ یا عمر او فی شکین انت، عمر گفتند تو در پیغمبری من شک داری؟ تو شبه داری که رسالتی من ده یا پیغمبریم ده؟ این سؤال از من میتی؟ حضرت عمر گفتند نه یا رسول الله خدا پناهی من شک ندارم، من میدانم تو حبیب خدا هستی، اکلاخی کمی هم بدن خدا راحت دهید. حضرت چی گفتند؟ اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم فی حیاتهم الدنیا. گفتند عمر این پادشاه ها قیصر و روم ها، این ثروتمندها کسانی هستند که خداوند راحتی اونها را در همین دنیا داده است، معیشت و راحتشان همین جاست. همون لحظه که جان از بدنشان برآمد اونها در عذابند. عمر مالی وللدنیا وما انا والدنيا الا كراكب استظل تحت شجرتي ثم راح وتركها. گفتند عمر من کجا و دنیا کجا؟ برای من دنیا چی در کار است؟ گفتند من مانندی همون سواره هستم که در راه روانم، آفتاب گرم شد و زیر درخت برای دم گرفتن فرامدم و لحظه دم میگیرم و برآمده میرم. آخر من دنیا دوست همین قدر است، برای همین قدر لحظه میشود قصر سازم، برای همین قدر لحظه میشود گردیتور خرم، برای همین قدر لحظه میشود اسباب معیشت راحت آماده کنم. عزیزان من پیغمبر ما گاها عایشه میگوید 3 روز و 4 روز گاها ماه میشد دیگی
پیغمبر تگوش علاوه نمیدید. برادری و برابری در اسلام است. به خاطر آنکه اصحاب بزرگوارش کم بغل بودن، اکثرشان محمد غذای شهری نمیخورد. به خاطر که اصحاب بزرگوارش اکثر چیزی نداشت، یک ردای تن